الوداع ای ماه رحمت، الوداع. جز پروردگار کسی نمیداند که آیا تا ماه رمضان دیگر عمر باقی است یا نه. حتی از این نفس تا نفس دیگر. بیایید ببینیم از رمضان گذشته تا این رمضان چه عزیزانی را از دست دادیم که آنها هم مثل ما و شما آرزو میکردند، نفس میکشیدند، راه میگشتند، یک زندگی معمولی داشتند. رفتن آنها از بین ما باید برای هر یکی ما یک درس عبرت باشد. ز شمشیر اجل دیدی وجود را رها آورد. از آن روز به دنیا آمدی در فکر رفتن باش. پروردگار در این ماه مبارک عبادت‌های ما بندگان گناهکار را قبول نما، چون تو رحمان و رحیم هستی. برای ما رحم کن و ما را رها از آتش نار. گذشتگان ما را رحمت و مغفرت نما، جنت را نصیبشان گردان. ما را به راه راست هدایت نما. در قلب‌های ما خداشناسی و خدا ترسی را جا کن. پیروی سنت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گردان. ما را به یکدیگر با مهر و محبت، قلب‌های سنگین ما را نرم بگردان. رزق ما را از راه حلال ارزانی نما. از شر شیطان در پناه رحمتت نگه دار. فرزندان ما را به راه راستی هدایت نما تا خدمتگاری دین و آیین، والدین و وطن گردند. پروردگار بیماران ما را شفای کامل و عاجل بده. مهجوران را صحت و سلامت به وطن باز بیار. پروردگار صلح و ثبات را پایدار نگه دار. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما